سلام علیکم. به ویدیوی امروزمون خوش اومدین دوستان. امروز اومدیم براتون این عود دراگون بلاد یا همین عود خون اژدها رو واسه بررسی کنیم. این عود هندیه، عود خیلی خوبیه، آرامش بخشه، خوشبو هم هستش. حالا کلی طرح داره دیگه، کلی طرح داره. حالا این یکیشه اینطوری، این طرف اینم پشتش و اینا. عود خیلی خوبیه، خیلی هم خفن، خیلی هم خوشبو. بریم با هم دیگه تستش کنیم ببینیم عود چجوریه، آیا ارزش خرید داره یا نه. برای باز کردنش کافیه که اینجا یه دونه چسب داره، اینو باز کنیم. وقتی که باز کردیم با اینا مواجه میشیم دیگه، اینا رو میذاریم کنار.